سلام دوستان، اومدیم که یاد بدیم تو DLS 2025 چجوری پنالتیامون رو احتمال گل کردنش رو زیاد کنیم. خب طبق معمول ما آنالوگو میگیریم سمت دلخواه و شوت رو پر میکنیم. حالا یا گل میشه یا گل نمیشه، احتمالش 50-50. با این تکنیکا احتمالش رو به 60 40 70 30 میرسونیم. تکنیک اول اینه که شوت رو پر میکنیم، از بالای دکمه بی به سمت بالا دستمون رو میکشیم. چیکار میکنه این کار؟ زاویه دارتر و محکمتر میکنه، مثل این ضربه کردن دیدید، محکمتر و زاویه دارتر میکنه. ولی آنالوگو اگه زیاد بکشیم به یه سمت ممکنه بیرون بزنه، به تیر بزنه مثل هالند، یا اگه زیاد شوتو پر کنیم باید خیلی نرمال باشه. حالا که با والورده میزنم اینا محکم و زاویه دار میره اون سمتی که ما انتخاب کردیم. بعدی با گوشه پایین زدن با پاس دکمه بی، که وقتی که دکمه رو زدیم بعدش بالای دکمه یه ضربه میزنیم، یه ضربه فقط لمس میکنیم. چیکار میکنه؟ یه کم فنی تر و فریب دارتر میزنه یه جورایی. اگر دکمه بی رو زیاد پر کنیم محکم میزنی، یعنی تو این تکنیک سعی کنید دکمه رو پر کنید، پاس رو پر کنید، نه تا آخر ولی خب تا جایی که میشه، یعنی یکم جای خالی براش بذار. بعدی چیپ زدن باید زاویه دارتر باشه. حالا بذاریم بیاد. چیپ اگه وسط باشه خراب میشه، نگاه کنین یکم زاویه بهش میدیم تا درست بشه. الان با من که میخوام بزنم وسط میزنم میره بالا، احتمال اینکه وسط بزنی بره بالا خیلیه. احتمال اینکه زاویه دار بزنی بره بالا هم هست ولی کمتر. یعنی احتمال اینکه زاویه دار بزنی چیپ بزنی گل بشه بیشتره اینه که وسط بزنی. حالا مثلا اینم رفت بالا، ولی خب گل شدن زاویه دار تو چیپ خیلی بیشتره. اینم با کورتوا گرفتیم. بعدی اینه که چجوری وسط شوت گل بزنیم. به آنالوگ نگاه کنین، دقت کنین. ما میگیریم سمت وسط آنالوگو تا ته، شوتو پر میکنیم، همون لحظه که شوتو پر کردیم آنالوگو میکشیم به سمت پایین یعنی عقب، بالای دکمه بی رو یه تاسه کوچیک میزنیم، اینطوری یکم کاتدار و محکم میره وسط دروازه، خیلی تر و تمیز کار در میاره. این تکنیک ها رو هر کدوم مخصوص خودشه. مثلا وسط شوت زدن مخصوص خودش، یعنی اگه وسط شوت زدن برای کنار شوت زدن به کار ببری احتمال خراب شدنش زیاده، مثل این کاری که الان دارین میبینید. و در آخر این تکنیک ها همونطور که اول ویدیو گفتم احتمال گل شدن بالا میبره، یعنی 100% این که پنالتی درست بزنید نیست، فقط احتمال رو میبره بالا. کلیپ بعدی هم میخوام که آموزش پنالتی گیری رو یاد بدم. اگه از این جور کلیپ خوشتون، از این جور آموزش خوشتون میاد، چنل ما رو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. خیلی ممنون از شما. الان من دارم که تکنیکای مثلا آموزشای دیگه رو برای مثلا یه جای دیگه به کار میبرم که ببینید احتمال خراب شدنش زیاده.